سلام. توی درس آزمایشگاه خواص مکانیکی ما میخوایم تست کشش دمای محیط رو صحبت بکنیم. اولین تستیه که ما در موردش صحبت میکنیم، اما قبل از اینکه بخوایم وارد تست بشیم ابتدا میخوایم آزمایش هایی که به طور کلی به صورت مکانیکال انجام میشه رو ببینیم چی هستن و چه نرخ کرنش هایی انجام میشه. از آزمایش کشش استاتیک به بالا مربوط به بخش هایی میشه که ما تستمون به صورت استاتیک انجام میشه و از این به پایین بخش هایی هست که به صورت دینامیک انجام میشه. استاتیک بودن و دینامیک بودن تست ها به نرخ کرنشی که ما به اون اعمال میکنیم حین تست بستگی داره. بخشی که برای ما مهمه توی این آزمایشگاه به طور کلی تمام تست هامون رو روی این بخش صحبت میکنیم. یه دونه بخش کشش استاتیکه، خب، و آزمایش های ضربه که بخش آخر صحبت ما هستش. بخش ضربه این بخش رو در بر میگیره و بخش کشش استاتیک این بخش که کشش فشار و حالا این دوتا مورد. نرخ کرنشی که ما داریم بین 10 به توان منفی 5 تا 10 به توان منفی 1 بر ثانیه هستش همشون. خب که این تست ها انجام میشه و خب حالا با توجه به اینکه حالا نرخ کرنش ها تفاوت میکنه مطمئنا خواص تغییر میکنه، اما به طور کلی ما میگیم که این بخش استاتیک در این بخش هستش. حالا در مورد تست کشش دما محیط میخوایم شروع بکنیم به صحبت کردن. میخوایم چرایی تست رو متوجه بشیم و برای تمام تست هایی که ما در آینده توضیح میدیم این چرایی انجام تست رو با همدیگه صحبت میکنیم. اینکه ما چرا تست کشش دما محیط انجام میدیم برای اینه که ما نمونه رو در ساده ترین حالت تحت یک بار کشش تک محوری اینو میکشیم و خواصی که ما میده خواص خیلی ارزشمندی هستش و تست ستاپ کردنش خیلی آسونه، هزینهش خیلی کمه و تحلیلش هم متوسطه، نه خیلی ساده است نه خیلی پیچیده است. البته میتونه پیچیده تر هم باشه حالا اگر بخوایم موارد خیلی پیشرفته تر در موردش صحبت بکنیم. اما منحنی که مشاهده میکنیم این منحنی اپسیلون اف یعنی کرنش شکست رو بر حسب سیگما ام به سیگما صفر رسم میکنه. سیگما ام تنش میانگین یا هیدروستاتیک ما هستش، خب، و سیگما صفر هم تنش های اصلیه که ما در موردش صحبت میکنیم. وقتی که نمونه در حالت شرایط برشی نباشه میتونیم تمام تنش ها رو بر اساس تنش اصلی نرمال به دست بیاریم و بعد این نسبت اون نسبتیه که ما داریم. با توجه به اینها یک سری موارد تعریف میشن. خب مشاهده که بکنیم این خط مربوط به حالتهای کششی تست های ما هستش و این حالت مربوط به حالتهای فشاریمون هست. ما اگر توی نقطه مثبت 1/3 قرار بگیریم که سیگمای اممون هست 1/3 سیگمای 1 به علاوه سیگمای 2 به علاوه سیگمای 3. خب وقتی در حالت تک محوری ما داریم رو اعمال میکنیم دو تا از این تنش ها صفر میشه و یک تنش داریم، یک تنش اصلی داریم که میاد توی مخرج میشه سیگما ام به سیگما 3 مساوی 1/3 و برای حالت فشاری هم همین اتفاق میافته، فقط چون تنش های ما منفی هستش در حالت منفی 1/3 قرار میگیره. این کرنش شکستی که ما میده در حالت کشش مقداری هست که خاصیت ذاتی نمونه این مقدار کرنش شکست هست و بقیه مواردی که انجام میشه رو مشاهده میکنیم. من این منحنی ها رو آوردم که بعد بهتون بگم انواع و اقسام تنش هایی که به منحنی وارد میشه هنگام به نمونه وارد میشه هنگام تست یا حالا مثلا پروسس کردن یه چیزی
باعث میشه که چنین کرنش‌های شکستی رو بگیریم. مثلا در حالت وایر دراینگ که هم کشش داریم و هم فشار توسط قالب‌های کشش سیم اعمال میشه به نمونه، کرنش شکست حالت بالاتری قرار میگیره. به طور کلی اصلا کرنش‌هایی که در حالت فشاری هست، نمونه‌هایی که در حالت فشاری هستن، به دلیل اینکه باعث بسته شدن ترک‌ها یا عیوبی که در نمونه هست میشه، کرنش شکست بالاتری رو به ما عرضه میکنه. اما خب حالا ما تست رو انجام میدیم و گفتیم یک سری داده های ارزشمندی برای ما به دست میاد. حالا اینکه داده های ارزشمند برای ما به دست اومد، بر حسب یک منحنی این داده ها رو ما میتونیم استخراج بکنیم. منحنی ابتدایی که بعد از انجام تست به دست میاد منحنی لود دیسپلیسمنت، یعنی باری که اعمال میشه نسبت به اون جابجایی هم که فک دستگاه داره انجام میده. ما بر اساس یک سری تعریف ها که حالا مثلا تنش و کرنش که پارامترهای نرمال شده هستن و فارغ از این دوتا مورد به دست میاد، به منحنی های تنش کرنش حالا به صورت مهندسی یا به صورت حقیقی دست پیدا میکنیم. ما اگه منحنی تنش کرنش مهندسی رو در نظر بگیریم، منحنی هست که شما مشاهده میکنید. این منحنی مثل منحنی ترو مثل همدیگه هستن. از این موضوع که یک بخش یک نواخت تغییر شکل پلاستیک داریم و یک بخش هم تغییر شکل پلاستیک غیر یک نواخت خواهیم داشت. پارامترهای زیادی رو میشه از روی این منحنی به دست آورد، مثلا مثل نقطه تسلیم ماده، نقطه UTS که یک نقطه مهمی برای ما هست برای تغییر شکل پلاستیکی که اعمال میشه، و فورمینگ، نقطه‌ای که برای طراحی توی مهندسی‌های عمران یا مکانیک خیلی در موردش صحبت میشه، نقطه ییلد ما هست، به خاطر اینکه ما اصلا نمیخوایم ماده ما وارد منطقه پلاستیک بشه. خب نقطه ییلد رو میتونیم به دست بیاریم، UTS رو میتونیم به دست بیاریم، ریداکشن آف اریا رو میتونیم به دست بیاریم، داکتیلیتی رو میتونیم ازش به دست بیاریم، تافنس و حالا مواردی که در ادامه در موردش صحبت میکنیم که هر کدوم رو چجوری میخوایم به دست بیاریم. توی بخش یک نواخت تغییر شکل پلاستیک ما خب میدونیم که هنگامی که داریم به نمونه بار اعمال میکنیم، این اعمال بار و وارد شدن به منطقه پلاستیک باعث ایجاد یک سری نابجایی ها میشه و نابجایی ها با همدیگه در همگیر میشن و باعث کارسختی ما میشه. خب این کارسختی ایجاد شدن رو ما تحت عنوان هاردنینگ ریت میشناسیم که حالا من اینجا هاردنینگ نوشتم. این هاردنینگ که ایجاد میشه در تقابل با یک پارامتر دیگه تحت عنوان جیومتریکال سافنینگ هست که ما وقتی سطح مقطعمون داره کوچیک میشه همواره، یعنی داره اون از طریق هندسی این نرم شدگی اتفاق میافته توش. توی بخشی که هوموجینیوس پلاستیک دیفورمیشن داریم، بخش هاردنینگ ما میچربه به اون بخش، به خاطر همین ما همواره با یک سطح مقطع یکسانی در طول کل منطقه گیج مواجه هستیم تا زمانی که میرسه به نقطه UTS. نقطه UTS خب جاییه که ما شاهد نکینگ هستیم، یعنی در یک جایی سطح مقطع نسبت به بقیه قسمت‌های گیج کوچکتر میشه. خب کوچکتر شدن سطح مقطع با چی رو داره به ما نشون میده؟ یعنی نشون میده که آقا جیومتریکال سافنینگ ما داره توی اون نقطه میچربه به هاردنینگمون که اعمال شده. وقتی این اتفاق میفته باعث میشه که ما یک منطقه‌ای به شکل گلویی ایجاد بشه و کاهش سطح مقطع توی اون بخش باعث میشه که باری که داره اعمال میشه اونجا تمرکز پیدا بکنه و از اون نقطه شروع بکنه به شکستن و نقطه پایانی رو به ما که نقطه فاینال فرکچرمون هست بده.